سلام دوستان عزیز، فواد کمالی هستم، ریلتور مورگیج بروکر. امروز میخواستم درباره چیزایی بگم که کردیت اسکور شما رو بالا یا پایین میاره. قسمی که شما ببینید بزرگترینش پیمنت هیستوری است. چی مانا میتونه لطفاً پیمنت خودتون تایم بدین، لطفاً کدام که کلکشن چیز نداشته باشین، به خاطر که بسیار ضربه ضرر کلان میخوره، به خاطر 35% اسکور می باشه. دومیش است که اماونت اور اور کردیت یوتیلایزیشن و چی مانا میته. فرض کنید اگر کردیت لیمیت شما 1000 روپیه باشه، 30% از او بالا نره، نگه بالا برین، باز کردیت شما پایین میاد. در وقت مجبور است شما یک دانه یا دانه کردیت کارت بگیرین و او را استفاده بکنین، اما بسیار کم، از 30% مقصد بالا نره، نگه برین، باز کردیت اسکور شما پایین میاد. و سومیش است که لینکس اف کردیت هیستوری، هر چی زیادتر کردیت داشته باشین میتونه برای تایم زیادتر میتونه براتون بهتر باشه. چهارمش است نیو کردیت، او چی معنی میده؟ مثلا هر دفعه که شما هارد چک کنین، هارد کردیت چک، او کردیت اسکور پایین میره. یک سافت چک یا هارد چک. یک هارد چک مثل که مورگیج لون، کار لون اپلیکیشن، اینا میتونه کردیت اسکور کم پایین میره، اما اورال فقط 10% اسکور میباشه. و چهارمش از کردیت مکس. کردیت مکس بیسیکلی شما میخواین اگر انواع کردیت داشته باشین، مثلا فون بل نام خود بانین، در چیز دیگه بانین، در کردیت کارت چیزا، تا کردیتتون کم بالا بیاد. ولی اوورال اگر میبینین 35% کردیت شما پیمنت هیستوری است و 30% یوتیلایزیشن. امی زیادتر دوستا که کردیت پرابلم داره میسه، یا که پیمنت هیستوری مشکل داره یا که کردیت یوتیلایزیشن داره. مثلا از اگر فرض کنید 1000 روپیه لیمیتشون باشه، از 300 بالا برن، چون میاره ما زیادتر دوستا کردیت های مردم رو میبینیم و امی زیادتر امی دو چیز هست. تشکر که با ما بودین. اگر سوال داشتین لطفا با تماس بگیرید. 587 335 0155.